بسم الله الرحمن الرحیم. درس 16 تمرین تشدید بعد از حروف مده. این درس مهمترین درس در قاعده نورانی است که باید به دقت داشته باشیم. شدش مدش تمامش باید مد نظر بگیریم و همین قسم تمرین تشدید گفته شده، یعنی شد اینجا برای ما تمرین میده. بعد از حرف مده وقتی که شد بیایه چه قسمی ادا میشه انشالله در این درس میخوانیم. ضاد الف لام مد زبر ضال، لام الف دو زبر لن، ضالن، دال الف با مد زبر داب، با زبر با، داب، تا دو زیر تن، دابتن، ح الف جیم مد زبر حاج، جیم زبر جا، حاج، کاف زبر کا، حاجک، ح الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک، لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لضال، لام واو پیش لو، نون زبر نه، لضالون، واو زبر و، لام ضاد زبر لض، ولض، ضاد الف لام مد زبر ضال، ولا الضال، لام یا زیلی، نون زبرنا، ولا الضالين، وقف، ولا الضالين، همزه زبر اتا پیشتو، ح الف جیم مد زبر حاج، اتو حاج، جیم واو نون مد پیش جون، اتو حاجون، نون یا زیر نی، اتو حاجونی، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ح ضاد مد استدا زبر حاض، ولا تحاض، ضاد واو پیش ضو، نون زبرنا، ولا تحاضون، واو صاد زبر والصاد، فا مد استدا زبر صاف، والصاف، فا استدا زبر فا، تا زیتی، والصافات، جیم الف مد زبر جا، همزه زبر ا، جاء، تا صاد زیر تس، جاءتس، صاد الف خا مد زبر صاخ، خا زبر خ، تا پیشتو، صاختو، وقف، صاخه، جاءت الصاخة، فا زبر فا، همزه زیر ای، ذال الف زبر ذا، فإذا، جیم الف مد زبر جا، فإذا جا، همزه زبر اتا، تا زیر تط، فإذا جاءت، تا الف میم مد زبر طام، میم زبر ما، تا لام پیشتل، طامتل، فإذا جاءت الطامة، كاف با پیش کبرا استدا زبر را، كبرى، وقف، كبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى.